سلام و درود بر شما. امروز 21 آذر ماه 1403 من شهاب شباهنگ سخنگوی کانون حقوقدانان ایران هستم. کانون کمی بیش از 240 عضو داره که تقریبا همگی غیر علنی و در ایران هستند. به همین دلیل و برای حفظ امنیت اعضای کانون فعلا مجبوریم تا اطلاع ثانوی از این پوشش پویانمایی یا انیمیشن استفاده کنیم. کانون حقوقدانان ایران در زمینه پژوهش‌هایی مثل کمک به اصلاح قوانین برای پس از فروپاشی دیکتاتوری جمهوری اسلامی، تدوین برنامه‌های عدالت انتقالی در دوره گذار، برنامه‌های اصلاح ساختاری قوه قضاییه و دادگستری و سایر پروژه‌ها به طور جدی فعالیت می‌کنه. و اما موضوع این برنامه و حکایت پندآموزی که در همین مورد عرض خواهم کرد. امروز چهارشنبه 21 آذر ماه آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی بسیار ضعیف فرمودند که هر کی انتقاد بکنه از این سیاست‌های ما و خلاصه بشار اسد و سقوطش و این داستان‌ها، این کار جرمه. آقای خامنه‌ای، آیا به شما یاد ندادن که قانون چیه؟ احتمالاً نه. شما فقط جامع المقدمات، شرح امثله، سیوطی، شرح لمعه و المکاسب و اینجور کتابا رو خوندید. با اینا نمیشه سواددار شد یا مملکت داری کرد. عرض میکنم در حقوق ایران قانون به معنی مجموعی از قواعد الزام آوره که توسط مرجع صالح وضع شده باشه. شما نمیتونید عملی رو سر خود جرم تلقی کنید. قانون متنیه که پس از طی مراحل مختلفی به عنوان قاعده لازم الاجرا شناخته میشه. در همین نظام بی‌نظم شما قانون باید به تصویب عرض کنم که مجلس شورای اسلامی برسه، تایید شورای نگهبان رو بگیره و بعد ابلاغ بشه و بعد در روزنامه رسمی منتشر بشه و مراحل قانونی شدن و اعتبار خودشو کسب بکنه. سخنرانی شما فاقد ارزش قانونیه آقای خامنه‌ای. ضمناً در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 36 اومده که حکم به مجازات و اجرای اون باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشه. فرمایش شما قانون نیست در یک سخنرانی سراپا ضعف و زبونی. ضمناً تو ماده 2 قانون مجازات اسلامی اومده هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. جهت استحضارتون ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری هم میگه تعقیب و رسیدگی به اتهامات کیفری تنها به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشه و ترتیبات اون رو هم قانون تعیین میکنه. در سایر قوانین مرتبط هم همین مفاهیم ذکر شده. مثلا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 که هرگز اجرا نشده متاسفانه تحت حکومت دیکتاتوری شما، میگه که بازداشت اشخاص، تفهیم اتهام و هر گونه اقدام محدود کننده آزادی باید صرفاً در چارچوب قوانین باشه، با رعایت موازین قانونی هم باشه. یا فی‌المثل در بخش حقوق متهم و دادرسی عادلانه منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 اومده هر گونه برخورد با شهروندان باید در چارچوب قوانین و بر اساس اصول عدالت و انصاف صورت بگیره. هیچ فردی بدون حکم قانونی نمیتواند متهم یا محکوم شود. جهت استحضار شما. بنابراین این فرمایش شما در مورد اسد، سقوطش و انتقاد از سیاست‌های سرتاپا شکست و مخربتون در این 3 دهه گذشته جرم نیست. هر کس در پی این فرمایش شما کوچکترین مزاحمتی برای مردم ایجاد کنه خودش مجرمه و مستوجب مجازات. و البته اگه شما و پیروان کوردل شما گوش شنوایی داشته باشید و نصایح رو درک کنید. در مثل مناقشه نیست، اما در حکایات آوردن که روزی یابویی سر کرده بود داخل جوی آب و آب میخورد. به او گفتن اینطوری آب نخور، عقل و کمالاتت کم میشه. یابو گفت عقل و کمالات چیه؟ گفتن نگران نباش، به کارت ادامه بده.
حالا آقای خامنه‌ای، در مثل مناقشه نیست، اما شما نگران نباشید، به کارتون ادامه بدید. لطفاً به حرفای حساب هم گوش نکنید، همین فرمون ادامه بدید. اگرچه این فرمون و روشی که طی 30 سال گذشته، بیش از 30 سال گذشته در پیش گرفتید کشور و مردم ایران رو بیچاره کرده، اما امروز اگر با همین فرمون ادامه بدید سرنگونیتون تسریع میشه و این یعنی رهایی ملت ایران و بازگشت مام میهن به صاحبان اون، یعنی ایرانیان. و اما سخنی با تتمه باقی ماندگان سرگردان ولایت مدار، اونایی که هنوز با آقای خامنه‌ای چشم دوختن. حتما حکایت عصای سلیمان نبی و موریانه رو شنیدید، اگر نه گوش بدید، برای همه پندآموزه. آوردند که سلیمان نبی در سرزمین خود حاکم و ولی مطلق همه مخلوقات بود، تا اینکه کم کم پیر و فرتوت و عصا به دست شد. روزی در حالی که به عصای خود تکیه کرده بود و بی حرکت به افق خیره شده بود، مردم به دور او جمع شدند. مدتی گذشت. یکی از عوام الناس گفت: سلیمان نگران باران سیلاساست که ممکن است ببارد. دیگری گفت: سلیمان در حال تکلم با خداست و دارد به او وحی می شود. و هر کس از دید خودش دلیلی رو برای این وضعیت مرد فرتوت یعنی سلیمان می آورد و بهش نسبت می داد. باز مدتی دیگه گذشت تا به ناگاه سلیمان بر زمین افتاد، بی جان و بی حرکت. عصای وی توسط موریانه‌ای خورده شده بود. او مدتها بود که مرده بود. دوستان سرگشته ولایت مدار، خامنه‌ای مدت هاست که مرده. نگذارید جسم این شخص متوهم بیش از این سر پا باقی بمونه. هم میهنی که ممکنه هنوز در تار عنکبوت تنیده شده توسط این پیرمرد مالی خولیایی و کینه‌توز گرفتار باشی. تارها رو پاره کن. خونه این عنکبوت ضد ایران و ایرانی رو ویران کن. من و تو برای هم میمونیم و روزهای شادی که همه در کنار هم یک زندگانی انسانی و عادلانه رو شروع کنیم. پاینده ایران. برای بهتر دیده شدن برنامه‌های کانون حقوقدانان ایران لطفاً لایک بفرمایید، با استفاده از دکمه سابسکرایب عضو این کانال شوید و با دکمه شیر برنامه‌های کانال را برای سایر دوستان متخصص یا علاقه‌مند ارسال فرمایید. سپاسگزاریم. منتظر ارائه کلیپ‌های بعدی ما باشید.